به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت همه شما دوستان مایزون کامل اعظم را از رسانه کوثر میدیا تبریک میکنم. امیدوار هستم که روز شب شما خوبی و خوشی سپری شده باشد. دوستان عزیز، در ابتدا بزرگترین افتخار ورزش افغانستان که فوتسال افغانستان و جام جهانی رفته برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که در جام جهانی هم خوش گذرانید. دوستان عزیز، این برنامه را ما اختصاص داریم به پیام‌های تبریکی بزرگان فوتبال افغانستان و مربیان که در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان است. میریم و این پیام ها رو میبینیم. در ادامه هم با ما باشید. سلام عرض ادب خدمت شما. جا داره تشکر کنم از فدراسیون فوتبال افغانستان که زمینه فراهم کرد تیم فوتسال افغانستان نتایج خوب بگیره و از کادر فنی تیم فوتسال افغانستان تشکری خاص بکنیم که تاریخ سازی کردن و تیم رو به جام جهانی راه یافتم. تبریک میگیم. ما مربی بسم الله الرحمن الرحیم. حمیدالله یوسفزی هستم، مربی دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغانستان. البته از خوشی هیجان هستم به خاطر که تیم ملی فوتسال ما رای جام جهانی شد. از طرف خود، از طرف تیم ملی، از طرف تیم سرخپوشان خافی هرات که مربی دروازه‌بان از اونام هستم. با همه ملت شریف افغانستان، چی در داخل است چی در خارج کشور، تبریک میگم جهانی شدن تیم ملی فوتسال افغانستان که البته یک تاریخ سازی کردن. دستشان درد نکنه. از تک تک از اونا، از تک تک مسئولین، از همه از اینا از ته دل سپاسگزار هستم. با نام خدا عرض سلام خدمت شما. پیروزی و صعود تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی برنامه‌نمایی از باشگاه اتک انرژی و تمامی مردم افغانستان به خصوص فوتسالیستان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د نړیوال جام ته ووتله، دا د ټولو افغانانو دپاره د ورزش د کورنۍ دپاره ډېر لوی خبر دی. زه د افغانستان د لوبډلې د سرمربي یا د دې لوبډلې په استازیتوب ټولو افغانانو ته تبریکي وایم. خوشحاله یم چې په داسې ډګرو کې داسې افغانان لرو چې د افغانستان بیرغ، د افغانستان نوم او نښان په ټوله نړۍ کې ځلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. من منصور حسینی هستم، یکی از علاقه‌مندان فوتبال. بسیار زیاد تبریکی میگم به تمام هموطنان فوتبال دوستان راهیابی تیم ملی افغانستان به جام جهانی 2024 ازبکستان و بسیار خوشحال شدیم که تانستیم در جمع 24 تیم برتر جهان قرار بگیریم که تیم‌های مثل برزیل، اسپانیا، تیم‌های قوی در دنیا هستند. تانستیم نام افغانستان و بازیکن‌های خوب ما، کادر فنی و تمام کل کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان تانستن این موفقیت به دست بیارن. این مبارکی را به تمام هموطنان خود تبریک میگم و بسیار یک جای خوشحالی است برای همه هموطنان که تانستیم این در جهان خود نشان بدیم فوتبال خود و سبک فوتبال خود. و این بسیار یک جای خوشحالی است که بازیکنان ما تانستن دیروز با یک سطح بالا فوتبال کنند و تیم قرقیزستان که توانست تیم‌های مثل ژاپن، تیم‌های قوی این جام ملت‌های آسیا را شکست بدن. تانستیم به حساب 5-3 شکستشان بدیم و همه هموطنان تبریک بازم باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد محمد معروف رغبت هستم، رئیس تیم فوتبال مشهد. تبریکات خود را برای تیم فوتسال خود تقدیم میکنم. رایابی شدند در مسابقات جام جهانی. خداوند همیشه موفق، پیروز، کامیاب داشته باشه. تشکر از شما. به نام خدا جا داره که این پیروزی ارزشمند و راهیابی به جام جهانی فوتسال خدمت تمام کسایی که ما را از طریق همین صفحه میبینن و همین پرده میبینن تبریک عرض بکنم.
بچهای فوتسال افغانستان کاری کردن بسیار ارزشمند، کاری کردن بسیار بزرگ که دل میلیون ها افغان را در سراسر دنیا خوش ساختند. برای اولین بار است که ما به جام جهانی میریم. کاری که جوانا کردن ما را به جام جهانی بردن، اما کار ما و شما چی است؟ به عنوان کسانی که در افغانستان زندگی میکنیم، و خصوص پیام ما به کسایی که دستشان به بغلشان میره، توانمندی دارن، تاجرای محترم، بیاین و کمک بکنن. امروز جوانای ارزشمند افغانستان و کمک شوند که ورزش افغانستان از این که هست بیشتر رشد بکنه. دل دیوی افغانستان، جوانده دیوی افغانستان، همیشه پیروزی از آن ماست. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. شمس الدین اعظمی هستم، رئیس فدراسیون فوتبال غزنی. رایابی تیم فوتسال تیم ملی فوتسال افغانستان و جام جهانی قلباً تبریک میگم به تمام مردم افغانستان. امیدوارم که درخشش خوبی در جام جهانی فوتسال جهان داشته باشیم. تک تک مردم افغانستان دستان می فشاره. مربی عزیز حاجی صاحب نصیر صداقت، بازیکنان عزیز، از دور سلام میفرستم براتون. سلام، وقتتون بخیر. من حامد بهرام هستم و صعود بی‌پیشینه و تاریخی تیم ملی فوتسال افغانستان و جام جهانی 2024 تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که دوستان ما، هموطنان ما و کسانی که میتونن در چنین شرایط از تیم ملی افغانستان و هر نوعی ممکنه که میتونن حمایت و پشتیبانی بکنن. دوستان عزیزی، بود گزارش امروز ما پیام‌های تبریکی بزرگان فوتبال افغانستان را دیدیم. تا دیدار بعد که باز هم من سرویس صادق در خدمت شما قرار می‌گیریم. شما را به خدای یکتا و مهربان می‌سپاریم. ورزش کنید تا صحتمند باشید. خدا نگهدار.